چگونه میتونیم که وجود خداوند به یک شخصی که معلومات کافی و دانش کافی از خدا نداره با استفاده از آیات قرآن کریم و مثالهای روزمره بیان کنیم؟ مثال اول، آفرینش آسمان و زمین. خداوند در قرآن کریم می فرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون. به چی معنی؟ به این معنی که و روزی شما و آنچه وعده داده شده اید در آسمان است. خداوند در قرآن کریم میگه که تمام روزی ما مثل باران که از آسمان میآید از طرف خداست. وقت باران میآید زمین سبز میشه و ما غذا داریم. آیا کسی غیر از خدا میتونه این کار بکنه که از آسمان آب بفرسته و بتونه به وسیله از این آب درختای میوه، سبزیجات، ترکاری همه اینا سبز شوه و از این حیوانات بخوره و چاق و فربه شون و ما بتونیم که از گوشت حیوانات و همچنان از سبزیجات و ترکاری باب استفاده کنیم؟ مثال دومی، نظم جهان. نظمی که در جهان وجود داره. خداوند در قرآن کریم میگه شمس و القمر به حسبان. ترجمهش ای است که خورشید و ماه یعنی آفتاب و مهتاب با نظم و حساب دقیق در حرکتند. به این معنی که در قرآن خداوند میگه که خورشید یعنی آفتاب و مهتاب با نظم حرکت میکنن. یک نظم در حرکتشان وجود داره. به طرف خورشید ببینید که هر روز در یک زمان مشخص طلوع میکنه و مهتاب هم در شبها ظاهر میشه. اگر کسی این نظم را نمی ساخت دنیا خراب میشد. آیا این نظم میتونه بدون خدا باشه یا کسی که به این شکل تنظیم کرده باشیش؟ و مثال سومی، آفرینش انسان است. خداوند میفرماید و فی انفسکم افلا تبصرون. به این معنی که و در وجود خودتان نشانه های از خدا است. آیا نمی بینید؟ خداوند در قرآن کریم میگه که با بدن خودتان نگاه بکنین. چشمتان چطور میبینه؟ قلبتان چطور کار میکنه یا میتپه؟ چی کسی ای بدن ای طور دقیق و زیبا ساخته؟ آیا میشه که امی چیزا خود به خود درست شده باشه، سر به خود تنظیم شده باشه، به می شکل دیزاین شده باشه و به می شکل خلق شده باشه؟ همه چیز هم سر جای خود و به خاطر یک هدف خاص و خاطر یک کار مشخصه انجام وظیفه میکنن یا ایفای وظیفه میکنن تا ما زنده هستیم. قلب ما خون پمپ میکنه، چشمان ما مثلا بینایی است، سیستم هاضمه به خاطر هضم غذاست تا انرژی را ما دوباره به دست بیاریم و هر قسمت از وجود وظیفه مشخص داره و هیچ کدام از این اعضای بدن یعنی بدون کدام هدف نیست که خلق نشده باشه. همه گیر خداوند قسم تنظیم کرده تا ما بتانیم زنده بمانیم و اینها به قسم تنظیم شده که هر اعضای بدن به جای مناسب خودش و به طور دقیق قرار داره و محافظت میشه. خداوند قسم پوشش دادش که مغز مثلا چون حساس است جمجمه محافظت میکنه و قلب و قسمت های مهم مثلا دارای استخوان‌های شش و واسطه استخوان‌های قفس سینه محافظت میشه و اگر قرار می بود که اینها سر به خود به وجود می آمد شاید چشم انسان در قف پایش می بود یا چشم در یک جای دیگر می بود و تمام اعضای بدن انسان فرق میکرد، نامنظم و غیر دقیق در هر جای قرار می گرفت. دهن شاید در دست می بود اما خداوند به می شکل دیزاین ساخته شد، به می شکل دیزاین کرده شد تا هر چیز در جای مناسبش باشه. مثال بعدی خلقت آسمان ها هستن. خداوند در قرآن کریم میگه که اولم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج. به این معنی که آیا به آسمان بالای سرشان نگاه نمی کنند که چگونه آن را بنا کرده ایم و زیبا ساخته ایم و هیچ شکاف در آن نیست. خداوند میگه در قرآن کریم که به آسمان نگاه بکنین ببینین چقدر زیبا و صاف است و بدون هیچ شکاف یا سوراخ و کدام خرابیه پابرجا است. این آسمان چی کس ساخته؟ اگر انسان نمیتونه آسمان بسازه پس خداست که آن را ساخته. یک خالق است که را ساخته، یک دیزاینر است که را ساخته، به می شکل تنظیم کرده. مثال بعدی قدرت خدا در طبیعت است. خداوند قرآن کریم میگه و هو الذی و او کسی است انزل من السماء نازل کرده از آسمان ماء آب را فاخرجنا به که به واسطه از او خارج بگردانه نبات کل شیء نبات از هر چیزه یعنی از هر نوع گیاهه. و اینجا خداوند میگه که باران را از آسمان میفرسته و این باران باعث رشد درختها رشد گیاهان میشه و
دیده ای که وقت باران میآید زمین زنده میشه. زمین مرده ای که خشک بوده زمستان هیچ چیز نبوده، خشک خالی شده، مکمل سبز و زنده میشه و این نشان میده که خدا مراقب ما است و امی درختها و گیاهان میوه میکنن و امی سبزه ها را حیوانات میخوره تا ما میتونیم از این اردی از این چیزها استفاده میکنیم. و مثال بعدی ای است که خداوند شریک نداره، نبودن شریک برای خدا. در قرآن کریم الله پاک خالق آسمان و زمین میگه لو کان فیهما آلهة، اگر خدای دیگر می بود در آسمان زمین الا الله بدون الله لفسدتا، یعنی به فساد کشیده میشد. اگر در آسمان زمین خدای جز الله می بود حتما زمین و آسمان به فساد کشیده میشد. و خداوند در قرآن کریم میگه که اگر چند خدا وجود می داشت هر کدام یک چیز می خواستن و دنیا به هم می ریخت، ولی حالا دنیا منظم است چون فقط یک خدا وجود داره که همه چیز کنترل میکنه و خودش دستور میده. اگر خدای دیگه می بود یا دو خدا می بود یا سه خدا می بود بالای همدیگر مثلا لشکرکشی یا جنگ میکردن و میخواستن یکی دیگر را نابود بسازن یا یکی دستور میداد و دیگه قبول نمیکرد. و مثال آخری را براتان بگویم که نشانه های خدا در هر چیز، یعنی خداوند در قرآن کریم در این مورد میگه ان فی خلق السماوات والارض، و تحقیق در خلقت آسمان و زمین و اختلاف اللیل و النهار و اختلاف شب و روز لآیات لأولی الالباب، آیات از برای کسایی که خردمند یا هوشیار هستند. در آفرینش آسمان ها و زمین آمد و شد و شب و روز که شب میشه و روز میشه. خداوند میگه که نگاه کنین به شب و روز، به آسمان زمین، این همه نشانه ها، این همه شواهد از وجود خدا است که اینها را خلق کرده. اینها نمیتونن بدون کدام خالق یا کس باشه که ایراد به وجود آورده باشه. پس اینجا خداوند ما را میگه که قرآن پر از نشانه های است که ما را به فکر وامی داره، باید فکر کنیم، تفکر کنیم. خداوند همیشه از چیزایی که به ما نشان میده میبینیم و میفهمیم صحبت میکنه، مثل آسمان، زمین، باران، گیاها، بدن خود ما. همه اینها نشانه ها از وجود خدا است که همیشه مراقب ما می باشه و است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.